باشد. ما انتظار زنگ و نامه‌های شما هستیم. ما را همراهی کنید. سامیان ارجمند، برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان است شروع کردیم و در آغاز یک سرود در اجرای مدینه اقنظر و خجسته میرزاولی پخش میکنیم. عزیزان دل، بعداً صحبت‌های گرم و جالب را ادامه میدهیم. سرودهای رقصی، سرودهای دلنشین، سرودهایی که باشند که شادی باشد، تبسم را در لب بیارد. عزیزان، این حال مدینه و خجسته را میشنویم. رنجیده
خب سامیون ارجمند، آغاز برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان است. شام پر از مهر، محبت، شام عاشقانه. شام است، شام عاشقانه با مهر و محبت ها. اینجا میخواهم دوستان عزیز تقویم روز رو براتون ورق بزنم و بعدا سخن رو به مطلوب بانو سلیم زاده بدیم. عزیزان دل، امروز 23 ینور 2020 سال است و تقویم روز است. ورق میزنیم 23 ینور 2015 سال. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیام نوبتی خود را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال نمودند. در آن وضع کنونی جامعه تاجیکستان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی دولت را برای سال 2015 معین نموده بودند. 12 سال پیش 23 ینور سال 2008 در شهر دوشنبه مسائل وابسته به همراهشوی تاجیکستان به سازمان عمومی جهانی سودا بررسی شد. در این روز سال 2014 در شهر دوشنبه جلسه 12 کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و روسیه عاید به مسائل همکاری اقتصادی و تجارتی برگزار گردید. 23 ینور تجلیل کرده می شود در جهان روز دستخط و یا روز مکتوب دستنویس. همین گونه روزم مولود هم بوده است مطلوب بانو، یعنی که همون مکتوب هایی که سالهای پیش باید بیارد که یک نامه و یک مکتوب و یک بیشتر نامه های عاشقانه می نوشتن با دست. باور کنید اون وقتا اینترنت و اس ام اس پیام که دیگر چیزا نبود. اگر که می نوشتی طریق مکتوب می نوشتی به دست یک کسی دیگر روان میکردی. خلاصه انا همین روز انمون جشن است و به خاطر بیارید چند مکتوب به کی نویساندید و امروز روز ایدی مکتوب نویسا بود است. مکتوبایی که دستکی می نویساندید سالهای پیش به خاطر بیارید یک نمیدونم 10-15 سال پیش رو. اگر گویم که روز مکتوب نویسی عاشقان هم گویم خطا نمیکنم، چون که اصلا از زیاد عاشقان مکتوب می نویسوندن. بله، تو به دست عاشق می رسید که 10 نفر می خوند. 10 نفر دیگر آن را خوب مطالعه میکرد. باقی نیست. اگر عشق باشد عشق روی شادی باشد، هیچ گپی ندارد. خب عزیزان دل، ادامه میدهیم رویدادها را. 23 ینور سال 1989 صبح بروقت در نتیجه زمین جنبی شدید زیاده از 300 نفر ساکنان محله شراره ناحیه حصار، حالا شهر حصار، به هلاکت رسیدند. خب در این روز این فاجعه رخ داده است. سال 1989. 9 سال پیش از این 23 ینور سال 2011 در شهر اسلام آباد مسائل همکاری تاجیکستان و پاکستان بررسی شده است. در این روز سال 2017 در شهر دوشنبه میدانچه صنعی نزد ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دوره فینالی لایحه فوتبال به نزد شما میآید آغاز گردید که 29 ینور به انجام رسیده است. یک سال پیش 23 ینور سال 2018 در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه فستیوال صنعت کودکانه 7 رنگ دایر گردید. 23 ینور سال 1950 بیت المقدس پایتخت اسرائیل اعلام کرده شد. خب اینچنین در این روز سال 1849 در ایالات متحده آمریکا در نیویورک الیزابت بلکور اولین زن شد که در جهان دیپلم دکتری به دست آورد. در این روز سال 1912 در گاگا کنفرانسیای بین المللی افیون اولین سازشنامه بین المللی درباره نظارت مواد مخدر به امضا رسید. عزیزان دل، تقویم روز بود، ورق زدیم و این حال سخن رو به همکار عزیزم میدیم. سامان جان، اینجا من علاوه بر همون زمین لرزه گفتنی هستم که 23 ینور از زمین لرزه فاجعه مرگبار دهه شراره شهر حصار 31 سال سپری گشت. روح شهیدان این زمین لرزه مرگبار شاد باد. صبح بر محل 23 ینور سال 1989 در موضع شراره ناحیه حصار فاجعه رخ داد که داغ آن تاکنون در دل هزاران نفر باقی است. حدوداً 300 نفر زیر خاک ماندند و اکثر آنها زنان و طفلان و پیرانی برجا مانده بودند. فاجعه شراره و مرگ بیشتر از 300 نفر بر اثر یک زمین لرزه لرزش زمین تپه خاکی کنار راه را بالای سر مردم سرازیر کرد. هر کسی در آن صبح صادق بیدار بود جان به سلامت برد. هر کسی خوابیده بود زیر خاک ماند. هر کسی چالاکی کرد و مرگ را در روبرو دید فرار کرد و هر کسی دست و پا خورد و یا به معجزه امید بست جان از دست داد.
روح رفتگانی در این فاجعه مدهش زمین لرزه شاد بود. خب سامیان ارجمند ادامه میدیم. به اینجا برنامه مستقیم فرهنگی فراغتی شام غریبان رو میشنوید و چی خیلی که در اینجا از تقویم روز خواندم عزیزان. روزی دستخط بوده است در جهان امروز روزی دستخط بوده است. روزی همون مکتوب هایی که عاشقانه می نوشته دو با دستان با معشوقاتون همون روزها بوده است. روزی دستخط در جهان بوده است. همون مکتوب هایی که پیش به دست می نوشتید. راستی اون وقتا اینترنت در گوشه و خیال یگان نفر نبود و از همین خاطر چطور که مطلوبه بونو گفتند یک نامه رو می نویساندید تا به دست عاشق رسیدن 10 نفر دیگر اون رو می خوند و خلاصه که 1-2-3 روز بعد به دست اون کس می رسید. به هر حال روزی دستخط ها رو شاد باش میگیم. هر نفری که قصه خاطرات یک هزل هم از اون دوره های دارد میتواند که به همراه ما در تماس شود و در صحبت های ما همراه شود. تلفن های ما در استودیو فعال هستند. بله با یاد بیارید چی واقعای خوش داشتید از مکتوب نویسیتون. بله عزیزان نویسید به ما. تلفن های ما در استودیو فعال هستند 8965 151 014 8967 111 5646. بگذار جهان جای دلیران باشد، خانه همه آدمان پر از نان باشد. بگذار در عشق شور و اسیان باشد. فراموش کردم شعر. خب با که نیست اینجا یک سرود دیگر پخش میکنیم. سامیان ارجمند سخن را از مهر و محبت و صمیمیت ادامه میدهیم و هر نفری که صدای ما رو میشنود اینجا استودیو مرکزی رادیو ماجر است. رادیویی که تپش قلب شما رو میشمارد، هم نوا و هم دل شماست عزیزان. این رادیو است که منبر سخن آزاد دارد و همیشه با شمایان 24 ساعت مستقیما کار میکنند اینجا نفران. سامان جان اجازه دید. بگذار جهان جای دلیران باشد، خانه همه آدمان پر از نان باشد. بگذار در عشق دردی سوزان باشد، در شعر همیشه شور و اسیان باشد. خب عزیزان دل، سرود نوبتی رو میشنویم در اینجا از منیژه دولتوه. یاری رفته باز آمدی بیای سلامت. 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 چشمی تو اسیرم، در قدمات بمیرم، با چشمی تو اسیرم. ساغری آشنایی جست و زکست نگیرم. یاری رفته باز آمدی بیای سلامت. قلبی مرا جا شده ای ندارم از تو شکایت. یاری رفته باز آمدی بیای سلامت. یاری رفته باز آمدی بیای سلامت.
بیای سلامت قلب مرا جا شده ای ندارم از تو شکایت یاری از نواز آمدی آمدی بیای سلامت یاری از نواز آمدی آمدی بیای سلامت سامیان ارجمند اینجا یک سرود دیگر درخواستی است. نامه ها علاقه آمدند از 1590 یک شنونده دومی ما از ذکرالله حکیموف سرود درخواست کرده است. سرود رو پخش میکنیم و صحبت رو بعدا ادامه میدیم عزیزان. Лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Ты в сердце моем навсегда, как яркая в небе звезда. Тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Тебя лишь одну я искал, под твой слой и сон потерял. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Когда на тебя я смотрю, как факел в душе я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает поверь. Когда на тебя я смотрю, как факел в душе я горю, и сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает поверь. И сердце не пламя теперь, а огонь, что пылает поверь. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. моем навсегда, как яркая в небе звезда. Тебя лишь одну я искал, под твой слой и сум под... خب عزیزان دل اینجا موسیقی رو من باز می‌دارم، یک زنگ است، بعداً ادامه میدیم. الو سلام علیکم، روزتون بخیر باشد. صدای ما رو میشنوید؟
سلام 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 دوستی عزیز چی حال دارید؟ علیکم سلام دوستی که چند وقت ناپدید بودید. نغز هستید شما خوب هستید؟ شکری الله از شما پرسیم اکا. تشکر زیاد شنونده عزیز. چند وقت ما رو گوش نمی کردید به فکرم. همراهی نکردید. بله برای امیدوار هستم همه خوب بود، همه بخیر بودند. همه خوب، همه بخیر بود. در مسکو بودیم. در مسکو بودید ایستید 1 دقیقه بودید الکی زمانی گذشته است. شما در مسکو بودید؟ بودیم ولی چی با سیروگشت آواره بودیم. اینا که اومدیم با شما همراه هستیم. اکنون از پنزه درست میگم از پنزه یا اینکه ورونش؟ پنزه از شهر پنزه هر وقت که تماس میگرفتید مسکو آمدید برای چی مهمونی رادیو نشدید؟ فراموش کردم. یاد دارید حتی من شما رو دعوت کرده بودم که هر وقتی که مسکو آمدید مرحمت بفرمایید به رادیو مهاجر. انشالله نصیب سال آینده. به قول یا که عباره دیگری که با عباره دیگری معروف همون تاجیکانه خودمون که بزرگ نمور که بهار میآید. خدا کند که تا سال دیگر اگر ساق سلامت باشیم حتما که شما مسکو آمدید حتما که رادیو میآید. اینش زمانی آینده می شود. انشاءالله خداوند نصیبمون کرده باشد که همیشه با شما هستیم. ما خیلی شد هستیم که شما هستید. اینک سلام خود رو میرسانم به اکای مصطفی هستن در همینجا. وقتی که شما رفتید اکای مصطفی رو همراه اتون بردید. از مصطفی گپ خبر نیست. فکر کردم که همون در جستجوی فاورید هم لیکن تاجیکستان رفتند. تاجیکستان بودن. وقتی که من در پنزه بودم گفتم من تاجیکستان رفتم. هر کجای باشن ساق سلامت باشن. بله دوست عزیز. سلام خود را به اهلیه و غیرت و به شما دوست عزیز میرسونم. گمان میکنم که مصطفی گرچه که زنگ نزدیستم ما رو شنیدستم با اون کس هم میرسونم. گفتنی هستم که اگر شنیده داده باشم با ما یک در علاقه برایم خیلی خوب میشد. بله میگویند که رادیو موجب پیوندگر دل هاست. بله حتما که دریافتش میکنیم با شما با علاقه میبرند حتما. چرا نه؟ انشاءالله نصیب. و میدونید دوست عزیز از شما خب گوش میکنم. اول سخن شما. نه مرحبا. تشکر. خب امروز میدونید که در جهان کدام روز است؟ والله نمیدونم باور کنید. روزی خب میدونید شاید که شما این روزها رو اثر نگذراندید لیکن روزی دستخط است. دستخط همون مکتوب هایی که دستنویس می نویساندند سالهای پیش عاشقان دستنویس می نویساندند مکتوب رو از با نفر چی میگن دل دادهش روان میکردند از دست 10 نفر دیگر میگذشت تا نزد او رفتن 10 نفر دیگر مکتوب رو میخوند. امروز روزی همون روز مکتوب نویسی است. با کفر هم میدادن این رو با اون کس بر این رو با بای کس بر. خب دارید یکون خاطرات از آن دوره ها یکون خاطرات دارید؟ کم روز برای من مشکل بود دوست عزیز چون که از تاجیکستان با پیش خود مهمان دعوت کرده بودم که همین گرانیت گذاشتن نماندن. برای چی؟ ابرات نرفتن تاجیکستان نمیدونم چی در قومشون چی پرابلم داشتن. اماهای خود رو به نزد اماهایم رو به نزد خود جلب داشته بودم ولی افسوس رفتن ابرات رو جلب نمیزنید. مرحبا شما رو یگان کس نمیگردونن میتوانید صدقان جلب زنید صدقان. خب برای تکلیفتون جهانی سپاس و چی درخواستی دارید؟ یک سرود مادر برای مادر عزیزم. حتما بله حتما برای مادران عزیز سرود پخش خواهیم کرد. حتما. سلامت باشد زنده باشد.
تشکر در از پناه شما. الله باشید. تشکر از شما. با شما نیز شام با فراغت، با مهر و محبت و یک شام عاشقانه را تمنا دارم. شام فراموش نشونده باشد. یک جان تشکر. زنده باشید. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، موسیقی رو ادامه میدهیم. بعداً من شرح میدم. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты неповторимая. Красавица ты моя, любовь моя милая, единственная моя, ты необыкновенная. خب دوستان عزیز، صحبت ها رو ادامه میدهیم. 0443 بودن شنونده دائمی ما از شهر پنزه. چند وقت با ما در تماس نبودند، باز همین خاطر کمی احساساتی ما همراهش صحبت کردیم، چون ما یاد از دوستان میکنیم، همیشه با یاد دوستان هستیم. و این نفر شنونده دائمی ما بودند، با مسکو آمدند و با استودیوی مرکزی رادیو موجیر مهمون نشدند. من نمیدونم به چه خاطر میگویند که از خاطرم برآمد. امیدوار هستم که دفعه دیگر آمدند از خاطر نمیبرند. ما صحبت رو ادامه دادیم با اون کس سر موضوع پرسجوها. و الان موضوعی گفتم امروز عزیزان دل که روز جهانی دستخط می باشد. مکتوب های دستخطی که سالهای پیش عاشقان دستی به دست می نوشتند و مکتوب را ارسال می کردند به شخصی دوست داشتهشون. راستی نمون جوانای حاضره این چیز رو شاید ندانند، شاید شنیده باشند و تجربه نکرده باشند. سالهای پیش دیگر بود. سالهای پیش یک مکتوب رو می نویسوندی بجایی باز چند نفر دیگر رو زورا و توالا میکردی که مکتوبت رو برده به دست آن نفر دیگر که دوستش میداره نفر پسندیدت برده رساند. لیکن تا آنجا در ناخونک همون اگنت ها یک 10 مرتبه دیگر مکتوب رو میخواندند و بعد برده میسپاریدند. بله، همه سیر و اسرار فوش میشد. مطلب اون نمیشد که در همون دور یک بار در واخوری شود و همون گپ های میگفته دلت رو در رویش گویی، نه کاغذ نویس کنی. بی واسطه یگان کس برده رسانی سخن هاته. خب نمیشد همون گونه. نمیشد. از یک شرم حیا گمون میکنم تماما دیگر زمانه بود. زمانه دیگر بود یا اینکه آدمایش دیگر بود؟ هم آدم‌های و هم زمانه دیگر بود. من دریا دارم. دریا دارید. خب برای راست مکتوب رو می نویسونده روان میکردی بود. میبینیم فرض میکنیم مکتوب رو نوشتند یک نفر، خب دادند که برده به دست همون دل داده من رسان. حتما که این نفر باید بیند، دل طاقت نمیکند، باید بیند که در این مکتوب چی نوشته شده است، در این مکتوب چی رازهای عاشقانه است. بعداً ورق میزنی میبینی که در اینجا شاید دو نفر از واخوری پیشینش یادآوری کرده باشد. این نفر علاقه پای میبرد که اینها علاقه یک مرتبه واخوردند، عشق عاشقی کردند. دیگر در کوچه ها میگذری و اینکه در مکتب همه قیر کنند، خندیده با انگوش نشان میدهند. همه سیر و اسرار با خبر. بله. خب برای عاشقان اون دوره یک مشکلی ها بود است. حاضر چی؟ حاضر اینترنت هست، شماره در تلفن هست، علاقه هست، خب شبکه های اجتماعی هست. با گفتی که انمو غریب شو می نویسد که سلام علیکم دختر خالت جگرتا بخورو میگه. با جای نویسد که السلام علیکم دختر خوب، چطور هستید؟ سلامتیتون خوب؟ چی حال دارید؟ چی کار میکنید؟ یک بار جگرتا بخورو میگه. دیگه نمیفهمی که وامپیر است یا اینکه عاشق است یا اینکه دل داده است. من نمیدونم. من همین گونه بسیارتر عین حال در بین جوانان دیده می شود در حقیقت. اکنون من نمیدونم این عباره های نو از کجا پیدا شدند، این بچه خاطر این گونه مشهور است در بین جوانان که از همین گونه عشق عاشقی اینها از همین جگر تخرم روده تخرم گرده از جگر تخرم گرده تخرم روده تخرم سر می شود. عاقبتش رو به خیر بیارد که دست پاچه هم دختر نخره. خیر از یک جای دیگر خوب است که آنها به واسطه یگان کس به خاک روسی کتی گپ زنیم به پاسریدنیک به میانه رو صحبت میکنن.
هر خیلی که باشد صحبت هم در دایره یک ادب می شود یا در دایره اخلاق می شود. نمی شود که جگر تخرم، روده تخرم، گرده تخرم. آخر این گونه صحبت ها هم در وقتش که نبود. صحبت های پیش چگونه بود؟ دختر همسایه، دختر خاله، یک گپ شیرین، یک مهربانی، یک نمیدونم یگون در یک چارچوبه بود. حاضر دیگه با قولی که دیگر فرقیت ندارد. خودم شاه و تعبان وزیر هر چی که خواست می نویسد، چون که الکترونیست مکتوب است در یک شب شاید که به 10 نفر نویسد. نه تو حتی اگر ایرادگیری گپ میزنن که در کدام عصر زندگی داریم، پیشروی ها، ترقیات، اینجا همه کار ممکن گویا. عصر چی گناه دارد؟ عصر بیچاره اینجا عموما گناه ندارد. اینجا فقط دایره تعلیم و تربیه و اخلاق و آداب انسانی و رفتار و گفتار پنداری نیک است دوستان. فراموش نکنید اگر هر نفر شما عشق و عاشقی دارید، دل تخرم، روده تخرم، جگر تخرم، این کلمه ها رو بس کنید، فراموش کنید، از خاطر برارید از خاطر عزیزان. یک کلمه نمیدونم، یک کلمه بگویید که همون دختر بیچاره دفعه دوم نزد شما نمیدونم یا که در پیامک شما جواب داده تاند یا اینکه نزد شما برآمده تاند، سر میکنید از خرم دیگر اون نفرم عاقبت زندگی رو فکر میکند که یک دفعه رفتم دل ما خورد، یک دفعه رفتم گرده ما خورد، یک دفعه دیگر رفتم روده ما خورد، هیچ چیزش نمیموند، یگون ارگانیسمش نمیموند. به همین خاطر مشتری دعوت شونده دستنارس است، لطفاً بعداً زنگ زنید. همین گونه جواب میشود به شما. سامان جان، از این سخنات الهام گرفتم. از مکتوب نویسی های دوره جوانی به یادم رسید و نتیجهش خوب هم نباشد، شعر که قرائت کنم. مرحمت، شعر قرائت کنید. دلم را مانده ام در خانه تو، با ناز و عشوه می خواهم بخوابم میان ابروی پیوسته تو، ولی هرگاه تمنای دلم را نگاه دارد نگاه خسته تو. دلم خواهد که چون ماه دل افروز فروغی شعر پاشم در دل تو، ولیکن این زمان چون ماهی از آب برون افتادم از محفل تو. دلم خواهد که عمر با تو باشم، هزاران شکر بر افسانه تو، اگرچه بخت از من می گریزد دلم را مانده ام در خانه تو. دلم خواهد در این فصل خزان ریز چو برگی مرده از شاخه ریزم، بهاران تا نرویم با غم تو، من از تو می گریزم. عاقبتش بخیر بیارد. تا کجا میگریزید؟ با قول میگن که دویدن گوساله تا کردان. خواستم گویم دیدید فکرهای مرا خوندید سامان جان. من دل شما را احساس میکنم. مطلوب بانو الکی پای برده ایستادم که در سرتون کدام فکرها چرخ زده ایستادند و بیاید این فکرها را الحال نگویم. عزیزان دل میگن که محبت را زماهی باید آموخت که از آبش برون آری بمیرد. همین عشق و عاشقی و محبت و صمیمیت شما همین گونه باشد که همیشه پایدار باشد و مثل گلماهی طلایی باشد و اگر از او بیرون هموندید نمورید. گفتنی هستم. فکر میکنم که نمورید. فکر میکنم که با عباره دیگری که عشقهای امروزینه مردنی ندارند، چون که عشقهای سر راهی زیاد است. از یک جا قپی در جای دیگر رها میکند میرود. با بعضا عباره های دیگر است که وقتی که مراجعت ها میشود از عشق و عاشقی نسبت به دختران، همون کلمه‌ای که استفاده میبرند، بعضا دختران هم هستن که سخنهای کاغذ پیچ دارند، در جواب میگویند من نمیخوام این سخنها رو اینجا بگم. هست همین گونه دخترانی که سخنهای کاغذ پیچ دارند، به مثل همین بچه‌های شوخی که سخنهای نو پیدا کردن. دختران نیست با خودشون دارن همین گونه سخنهایی که یک جواب کاغذ پیچ گردونند. من امیدوار هستم عزیزان دل که مهر و محبت شما همون نسبت نزدیکان، دوستان، پیوندان، نسبت عاشقانتان مستحکم باشد، حقیقی باشد و همیشه پایدار باشد. چی گفته در اینجا؟ مطلب بانو یک سرود
عزیز دلمی رو پخش کنم از منصور. باشد سامان جان، بهترین. این سرود را برای هر یک عزیزان دل میبخشم. خب عزیزان دل، ادامه میدهیم برنامه فرهنگی فراغت شامی غریبان رو مستقیما روی موج رادیو موجی عزیزان. خب اینجا از عشق و محبت سخن بسیارتر گفتیم. خبرهای روز رو، تحولات جهان رو که در سرخط خبرهای روز قرار گرفتند میخوام کوتاه به سهمتون رسونم. خب عزیزان دل، ادامه میدهیم و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان و چین پروازهای خود را بین تاجیکستان و بین شهرهای دوشنبه و دیگر شهرهای جمهوری مردمی چین موقتا قطع کردند. سبب این مقامات ها شهر دادند شاید در نمون پیدایش نمون کرونا ویروسی که در چین پیدا شده است و تا امروز زیاده از 20 نفر مبتلا گردیدند و هلاک شدند. زیاده از 500 نفر مبتلا گردیدند و 20 نفر هلاک شدند. شاید سببش همین باشد، چون که در اینجا مسئولین فرودگاه بین المللی دوشنبه گفتند که تا حال ما انیق نمیدونیم که بیکار کردن پرواز با چه وابسته است، با پنهان شدن کرونا ویروس یا جشن سال نو که در جمهوری مردمی چین 25 ینور تجلیل کرده می شود. در چین عزیزان 25 ینور جشن سال نو تجلیل کرده می شود و این خوفش در آن است که آنها طرز جشن میگیرند که در روز 25 ینور همه به خونه یکدیگر میرود. آنها که خود 1 میلیارد و 300 میلیون هستند، باور کنید از خونه یکدیگر میروند و دیگر جشن میگیرند. خوفی بیشتر پنهان شدن انمون کرونا ویروس در بین اهالی زیادتر است. از این خاطر روز 22 ینور سازمان جهانی بهداشت
нишасти изтирорӣ эълон кард ва қазияҳоро баррасӣ карданд. иёлоти муттаҳидаи амрико дар фурудгоҳҳои худ чораҳои қатъии пешгирикунандаро оиди ташхиси шаҳрвандоне ки аз чин ворид мешаванд гузаронданд. ҳар нафаре ки аз чин меояд дар фурудгоҳҳо аввал аз ташхиси тиббӣ мегузарад, баъдан иҷозаи вуруд дода мешавад. дар тоҷикистон низ ин чизро ҷорӣ карданд. дирӯз дар сархати расонаҳо қарор гирифта буд ки Мирҳомуддин Камолзода, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон низ каме хулосабандӣ карданд, хабар доданд, шаҳр доданд, яъне ки дар ҳама фурудгоҳҳои Тоҷикистон низ ин гуна талабот ҷорӣ карда шудааст, яъне ки ҳар нафаре ки аз чин вориди Тоҷикистон мегардад, новобаста аз оне ки шаҳрванди куҷо ҳаст, сайёҳ ҳаст, ба кор омадааст, бекор омадааст, ҳатман ки аз ташхиси тиббӣ аввал мегузарад, баъдан иҷозаи вуруд дода мешавад. лекин имрӯз боз ширкатҳои ҳавопаймоӣ парвозҳоро байни Тоҷикистону Чин қатъ карданд муваққатан ва дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ низ ҳолати санитарӣ карантинӣ эълон гардидааст. ҳолати санитарӣ карантинӣ як ҳолате аст дӯстон ки дар сурати сарзадани ягон ҳодисаҳои табиӣ, ягон хавфи пайдоиши бемориҳо дар давлатҳо ҳолати санитарӣ карантинӣ эълон мегардад, яъне ки ҳама гузаргоҳҳои сарҳадӣ, нуқтаҳои дидбонгоҳҳо ва фурудгоҳҳо таҳти контрол дароварда мешавад, таҳти контроли мақомотҳои табобативу беҳдоштӣ. ана ҳамин ҳолатро ҳолати санитарӣ карантинӣ мегӯянд. ин ҳолат аллакай дар чандин давлатҳои рӯи дунё ҷорӣ гардид бинобар сабаби пайдоиши вирус дар Хитой, дар Чин. дар Тоҷикистон низ ин ҳолат эълон гардидааст, дар Русия низ, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ, дар Ӯзбекистон низ, дар Қазоқистон низ, умуман дар кадом давлате ки агар назар накунем ҳолати изтирории санитарӣ карантинӣ эълон гардидааст ва ҳар нафаре ки вориди ин давлатҳо мегардад, ҳатман ки дар фурудгоҳ аввал аз ташхис мегузарад, баъдан иҷозаи вуруд дода мешавад. ва имрӯз ҳамчунин хабар расид ки дар шаҳри Санкт-Петербург ду нафар мусофирро ки аз хатсайри Шанхай Санкт-Петербург дар фурудгоҳи Пулковаи шаҳри Санкт-Петербург фуруд омаданд бо нишонаҳои пайдоиши ана ҳамин бемории коронавирус дарҳол ба беморхонаҳои сироятии шаҳри Санкт-Петербург ирсол карданд ва хобонданд, дар он ҷо ҷиҳати контрол ва таҳти назорати табибон қарор гирифтанд. аз ҳамин хотир ба ҳар ҳол эҳтиёт будан хуб аст азизон ва шояд ба ин сабабҳо бошад ки парвозҳои мустақим байни Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чинро мақомот лағв карданд, яъне ки манъ карданд. парвози наздиктарин ин 25 январ буд ки инро ҳам мақомот қатъ карданд. Инро қатъ карданд бинобар шояд ан ҳамин сабабҳо бошад. ва дар ин ҷо дигар хабарҳо ҳаст ки баъдтар ба саматон мерасонам. Сомон ҷон, инҷо дар фейсбук ба мо шунавандаи доимии мо Ҷамол Истамов навиштанд: салом, шоматон бахайр ҳамватанон. ба шоми шумо низ бахайр Ҷамол Истамов. ташаккур ки моро ҳамеша ҳамроҳӣ мекунед. бале дӯстон, шоматон бахайр бошад. хуб, хабарҳои кӯтоҳи дигар дар шаҳрҳои Волгоград, умуман дар вилояти Волгоград ва вилояти Оренбурги Федератсияи Русия, мақомоти полис дар якҷоягӣ бо дастаи таъиноти махсуси ОМОН ва кормандони Росгвардияи Русия амалиёти муҳоҷирони меҳнатиро шурӯъ карданд бар зидди он муҳоҷироне ки ғайриқонунӣ зиндагӣ мекунанд дар ҳудуди марзию маъмурии Русия. ва дар тибқи маълумотҳои расмӣ дар соли 2019 додгоҳҳои вилояти Волгогради Русия 285 нафар шаҳрвандони хориҷиро бо ҳукмҳои худ ихроҷ кардаанд аз Русия. дар ин рейди ки таи як ҳафта дар вилояти Волгоград баргузор гардида истодааст аз ҷониби полис, 11 нафар шаҳрвандони кишварҳои Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон дастгир карда шуданд бинобар сабаби надоштани ягон ҳуҷҷат ё ин ки камбудӣ дар ҳуҷҷатҳояшон ва ихроҷ карда шуданд аз Русия. имрӯз низ ҳамчунин дар шаҳри Санкт-Петербург рейди мақомот баргузор гардид ки 26 нафарро дар Оренбург боздошт карданд. ин бештар нафароне ҳастанд ки дар сохтмонҳо кор мекунанд, муҳоҷирони меҳнатӣ. лекин мақомоти полиси вилояти Оренбург ин хабарро паҳн карданд, лекин нагуфтанд ки ин 26 нафар,
یعنی که معلومات پورا نداده از پلیس ولایت اورنبورگ که این 26 نفر مهاجران غیرقانونی را که دستگیر کردند در نتیجه رید آنها شهروندان کدام دولت بودند. فقط نوشته شده است که شهروندان کشورهای آسیای مرکزی اند. خب عزیزان دل، اینجا نامه‌های دیگر آمده است، نظر میکنیم که چی نوشته ایستاده است به ما. خب عزیزان دل، ادامه میدهیم صحبت ها را. اینجا 0736 نویسنده است: سلام سامان جان و همه هموطنان عزیز، یک سرود ارکی نودینیف سرود برادرم پخش میکردید بسیار خوب میشد. حتما سرود ارکی نودینیف را بعد از یک سرود دیگر پخش خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، عین حال سرود میری مفتون رو پخش میکنیم، خلای اعظم ازرا. مرکزی پرودیوسری لوس پروداکشن تقدیم میکند. خب سامیان ارجمند، اینجا سرود میری مفتون خاله اعظم ازرا شنیدید. سرود نوبتی که وقت جدا گردیده با برنامه نه قدر دیگه مونده است. من زود سرودهای درخواستی رو پخش میکنم عزیزان. سرود نوبتی دیگر از 0776 0736 که از ارکی نودینیف درخواست کردن، سرود برادرم رو یک جا میشنویم. بعد از این سرود نوبتی دیگر پخش میشود در اجرای سهراب سفرزاد. حق جوی نویسنده است: سلام به کارمندان رادیو موجیر، من میخوام که یک بیت از سهراب سفرزاد، نام بیت شب‌های دراز. خب این بیت رو بعد از سرود ارکی نودینیف پخش میکنیم. حال باشد ارکی نودینیف میسراید. رفتی برای دور برادری عزیزی من، عدیده رفتی ولی دو چشمی عشق ریزی من،
ندیده رفتی ولی دو چشمی عشق ریزی من برادرم غریب و هم مسافری بگو که تا بکی چونی مهاجری برادرم غریب و هم مسافری بگو که تا بکی چونی مهاجری بگو که تا بکی چونی مهاجری ایا برادری عزیز رهی سفید برای تو همیشه آب می شود دلم زی دوری های تو ایا برادری عزیز رهی سفید برای تو همیشه آب می شود دلم زی دوری های تو در غریبی مدام دلم سیاه می شود دو چشم های دادرم همه برام می شود دو چشم های دادرم همه برام می شود مرا دیگر زی پیشی ما مکن دیگر تو خون چکان دل و فیگار و ریشی ما بیا برادرم مرا دیگر زی پیشی ما مکن دیگر تو خون چکان دل و فیگار و ریشی ما برادرم غریب و هم مسافری بگو که تو بکی چونین مهاجری بگو که تو بکی چونین مهاجری بگو که تو بکی چونین مهاجری خب دوستان عزیز شنوندگان گرامی سامیون ارجمند وقتی جدا گردیده به برنامه ما به انجام رسید از هر یک شما تشکر که ما را شنیدید همراهی کردید شامی غریبان بود مستقیما روی موج رادیو موجی عزیزان فیروزی و خانوادگی شما آرزوی همیشگی ماست شنوندگان ارجمندی رادیوی مهاجر در آغاز عزیزان با سرود شادروان سهراب سفرزاد شب‌های دراز برنامه را حسن انجام می‌بخشید. شب‌های دراز ناله دارد دل من
قصه نو سزا دارد دل من. شب‌های دراز ناله دارد دل من، صد قصه نو سزا دارد دل من. گفتم بیروم درد دل من نکنم، از درد دلم خبر ندارد یارم. گفتم بیروم درد دل من نکنم، از درد دلم خبر ندارد یارم. سرودت میبرم و شمس دنیا، فیغانت میبرم دل را به دل ها، نوازش میکنی مانند من، نگاهت میکنم دست رو تمنا، نوازش میکنی مانند من، نگاهت میکنم کس رو تمنا. شب‌های دراز ناله دارد دل من، صد قصه نو سزا دارد دل من. گفتم بیروم درد دل من نکنم، از درد دلم خبر ندارد یارم. اگر شب باشد و اختر نباشد، نگاران دل کشم در بر نباشد، شک کردن بار خود از دیده تر، سیاه بختی از این بتر نباشد، شک کردن بار خود از دیده تر، سیاه بختی از این بتر نباشد. شب‌های دراز ناله دارد دل من، صد قصه نو سزا دارد دل من. گفتم بیروم درد دل من نکنم، از درد دلم خبر ندارد یارم. گفتم بیروم درد دل من نکنم، از درد دلم خبر ندارد یارم. همیشه با تو خوشبختم، چتری تو نفس هاتت، یه دنیا غرق آرامش توی چشمای زیباته.
بهاری توی دستات یه بارون نم نم، همیشه با تو آرومم، همیشه با تو خوشبختم، همیشه با تو خوشبختم. با من به موج شادی ببار توی خونه، شاید برکشیدی از بغض